ملت غیور تاجیکستان و ملت غیور افغانستان. در وطنتون MMA آینده دارد؟ طالبان آمدن، یعنی یگان کشور او را به رسمیت نمیشناسه که یگان ویزا به ورزشکاران نمیته. هیچ کشور، حتی می تاجیکستان هم کس تاجیکستان نمیته. پیش ای طالبان ویزای روسیه 20,000 روبل، حالی همون ویزای روسیه 10,000 12,000 دلار شده. و یک خاطره بسیار بدم دارم که بعد مسابقه رو ما بردم به همین تاجیکیا بود، داخل قفس داخل شدم، من میخواستن لط کنن. از کلشون که بوتل آب مرا میزدن. این کار کردن نهایت کاری ناشایسته است و ما مردم تاجیکستان این کار باید اجازت ندهیم. بله کنیشنه که کنیشنه فهمیدی عبدالعزیز؟ کنیشنه. حتی همین منطقه را بگیریم، بسیارتر کدام فایترها از همین دولت در UFC هستند؟ از تاجیکستان و افغانستان. اگر دولت آلمان کدام کمک خاص نکردن، اما مانا سوم میته به خاطر حیات سعید دیگه هم کلام خدمت مهارت تو میده. به حد سلام میشه اینجا خورده خواب کردن میری تمام. به حد سلبی میشه. لپاش شده اسلام میشه، لپاش شده. خودتونش به قوم پرستی نکردیم. ما یک چیز قوم پرستی میگیم. همیشه خودتون تشویق حمایت کردیم. ما خودتون شخصا دوست دارم. شخصا خودتون در کنار کریم جان همیشه بودین، تشویقشون کردیم، حمایتشون کردیم. ما همخونی ما هست، یک زبان داریم، ما یک دین داریم، یک تاریخ داریم. بزرگان یک بزرگان است. Насколько ухоженные и красивые волосы меняют облик человека. У некоторых из них идут слезы. Я вам предлагаю прямо сейчас сделать пересадку волос, чтобы потом не жалеть, как эти мужчины. Клиника Огузмед поможет вам и вашим близким сделать пересадку волос. Обратитесь от моего имени и получите 20% скидку. Уже почти год, как Adashi Auto является главным и надежным партнером освещения ММА в России и СНГ на ресурсах Бахридин Джолов Official. И за это время ребята зарекомендовали себя как успешного партнера. Друзья, я как основатель этой компании могу с уверенностью сказать то, что Adashi Auto лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахридин Джолов Official рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Adashi Auto. Спасибо. Assalamu alaikum. و علیکم با سلام. سلام علیکم که با شما، با تمام مردم ملت غیور تاجیکستان و ملت غیور افغانستان. انشالله که سلامای ما را از راه دور پذیرا باشین. بسیار خوب. و فکر میکنم تمام فارسی زبان‌های جهان را هم در همینجا داخل کنیم خوب میشه، برای اینکه در ازبکستان هم نه کم از 10 میلیون فارسی زبان است. در دولت همسایه برادر ایران نه کم از 100 میلیون فارسی زبان است. به همه شما درود و رحمت خدا دوستان عزیز. با همشان درود رحمت خداوند. انشالله که فارسی زبانان در میار جای که هستن با عزت و سربلند و همیشه هم واحد باشن. بله دوستم ببین، من یک چند سوال تیار کردم برای تو و برای عبدالعظیم. من فکر کنم اگر محض عبدالعظیم داخلی پخش مستقیم کنیم، او که برادر بزرگی تو است، با تو گپ زدن نمیمونه. این آمد به نظرم. آقا تمام. چی نکشید. عبدالعظیم سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی ان شاء الله؟ صحتمند ساز. الحمدلله. سلام خدا عرض میکنم به همه فارسی زبانا و با کسایی که همین اکنون بیننده هستن. برای خودتان ان شاء الله که روزای خوش رو سپری کرده باشید ان شاء الله. درود رحمت خدا بار دیگر به تمام فارسی زبان جهان از دولت همسایه برادر افغانستان و ایران و تاجیکستان. اینک دوستان عزیز ببینید، اینک عین حال ما پخش مستقیم با یکی از بهترین فایترهای افغانستان بگیم خطا نمیکنیم، درست است؟ 100%. خطا نیست، 100%. اولین سوالی که من برایتون تیار کردم، چرا از نمودهای ورزش محض MMA را شما انتخاب نمودید؟ شما MMA میگین یا که ورزش‌های مثلا؟ خب اکا جان در افغانستان که قبلا ما زندگی میکردیم اونجا MMA فعلا وجود نداشت. فکر کنم 10 سال پیش یا 9 سال پیش فکر کنم MMA وجود نداشت. اولین رشته ما رشته کانفو بود، وشو بود که باز ما در اونجا تمرین کردیم 5 سال پیش. استاد ننگالای نگزاد بعد از او اکا در اونجا MMA کم کم معارض شد. MMA را مردم شناخت و دیگه باز بعد از او دیگه ما با MMA رو آوردیم. چون MMA یک رشته هست که نه تنها ما تمام افغان‌ها فایترها خوش داره، چون خوششان داره که یک جنگ بسیار خوب است، یک جنگ بسیار آزاد است دیگه. داو تقلبی نمیشه، یک طرف است، یا میبری یا میبازی. باز در
در رشته‌های دیگر که بودن باز نمره خوری گپا بسیار زیاد بودن دیگه. مردم به مو خاطر امیر زیاد خوش دارم دیگه. دلیلش همین بود که من به امیر رو آوردم. انا یک چیز میخوام با اضافه کنم. در تاجیکستان ما محض برای چی MMA رو دوست می‌داریم؟ برای اینکه در کوچه وقتی در کوچه دو برادری بزرگ میشتن بیکار یگان کار نبود دو خورتارک میافتن میون یکدیگر اونها رو فایل میموندن. یعنی که یک کاری بود در قدی که همه وقت جنگ میکردیم با یکدیگر شب و شب زن و زنی و انا همین چیز محض اکمن دعوت نمیکنیم یگان کسی که در کوچه زن و زنی کردن بلکه همین چیز بود در خوردیم و همین چیزها در افغانستان هم بود. در افغانستان 100% گپا خو زیاد هست. در کوچه جنگ می من خودم در دوران مکتب بسیار جنگ میکردم. بسیار جنگ میکردم در دوران مکتب تا سال 12 که من خلاص کردم جنگ زیاد میکردم. باز دیگه حتی پدر و مادر بیخی از ما گریزان بودن. هر روز نفر پشت خانه می آمد که باشه این بچه فلانی لط کرده گپا کرده. این گپا خو در افغانستان بسیار زیاد هست و خوشبختانه که میره پیدا کردیم و مسابقه کردیم در بین مردممون شهرت پیدا کردیم. مردم برای ما عزت و احترام زیاد دارن و همین باعث شد که همین جنگ و غالمغال گپا رو ما بس کردیم. عبدالکریم جان تو بله. برای چی محض MMA رو پیش گرفتی؟ برای اون که برادری کلانیت با این کار مشغول میشه. اکی باردین ما اول بوکس مشق میکردم ولی ما کم تاجیکی گپ میزدم کم نمیفهمم ما کم تاجیکی گپ میزدم با خودی خوب است. با خاطر مردم تاجیکستان و ما زیاد دوست دارم همیشه مرا پتیشکا کردن تشویق کردن چی بردم یا چی باختم تشویق کردن. بخشید ما عبدالعظیم جان کلمه های نو رو اثبات کردی در زبانی عبدالکریم پادرشکا کردن بوی دادن کلمه های روسی علاقه استفاده برای کلمه های روسی نمیفهم بایدان چه فهمیدم. ایمارا بسیارتر استفاده برای کلمه های روسی را خیلی بود دیگه خدی ملت خدی مردم تاجیکستان خدی فارس زبانه خود ما زیاد مشق کردیم. خدی بچهای بایسای سی کلیپ هنیز آسیم خان اعظم یا ما مشق کردیم کلی بود ای جای و ما خو بوکس مشق میکردم یکم بار با ایستا او وقت همین MMA در افغانستان نو برآمده بود دیگه نو برآمده بود با کم همونجا عبدالعظیم مشقا را سر کردن گرفت ایستا با یک گیم باز کرد همون زل باز کرد با من قدی خودش گرفت با همون تا ایستا دیگه مشق کردن با بایار پریدن با الگوی ما همون مرا که موتیواز داد همین یکم بود. چند ساله بودی تو؟ من چند ساله 12 ساله بودم که مشق میکردم. ترک بچه بود چگه بود دزی مرا قایم میگیره میگه بری مشق. بود همیشه وقتایی که در کوچه مثلا که تو باید از جنگ میکردی و برادر عبدالکریم میومد میگفت مثلا گپ انا تو باید این خیل فایت کنی او خیل فایت کنی تو باید بگم خصلت خود را نشون بدی که تو مرد بچه هستی و در اینجا تو مثلا بخیر مومنتو بود در حیات شما. 100% که خیلی بود با در افغانستان یک کشوری است که اگر ضعیف باشی عاجز باشی هم ضعیف زور میگن هم مجبور که با زایما کم بود. در مکتب یگان جنگ میکردیم در شکل یگان جنگ میکردیم با اکم میام دیگه بعد میگن که از دور ما نمیرسه یگان تو با اکم میگفتیم دیگه ما جنگ مست باید میام دیگه بابا جزا میداد. در تاجیکستان ما یاد دارم اگر برادری کلانتر می اومدن ما حرکت میکردم که از همون منطقه دور برم برای اینکه وقتی که برادری کلان که اومدن حتما دو خورترک با یکدیگر جنگ میانداختن یگام چی میکنن که مثلا نه برای اون که مثلا گپ چی برای اون که میخواستن که تماشا کنن یک فایت تماشا کنن یک کیفیت برنده مثلا گپ همین چیز در تاجیکستان نهایت بسیار است. اناکو سوال دیگر اولین غلبه‌ای که در حیات شما در حیاتی بگیم پروفسیونالی شما یادداشت است یادداشت دارد بگو اولین مسابقه بخشید عبدالعظیم جان اولین مسابقه که بگم در حیات یک وضع کلان داشت یک مثلا یک راه کلان برای تو هوی کرد یک راه کلان میگه برات باز کرد وقتی پیشرفت با خاطر پیشرفت اولین مسابقه که ما کردم یک مسابقه در افغانستان بود بین تیمای افغانستان بود که در اونجا هر کس برنده میشد در مسابقات سوپر فایت که هندوستان بود بسیار نام بسیار بزرگ داشت و از افغانستان یک کشور بسیار مشکل بود در سازمان‌ها فایت بکنه. اولین فایتری که فایت کرده بود آقای بازومند مبارز بود فایت کرده بود. بعد از یک برادرش
بود فایت کرده بود دیگه، افغانیا فایت نکرده بود. باز در اونجا یک لیگ انداخته بودن، در لیگ ما برنده شدم و ما در مسابقه اشتراک کردم، 3 راند فایت کردم در اونجا و متاسفانه مسابقه را واگذار کردم. بعد از او در اون مسابقه ما باخت کردم، بازم مردم مرا تشویق کردن، مرا شناختن و حتی در باختم هم بسیار برام تشویق کردن. اون مسابقه بود که ما دیگه زحمت کشیدم و تا توانستم که در همون سازمان حریف خود و دیگه مسابقه کردم، حریف ناکاوت کردم در راند اول. در همون سازمان بعد از اینکه زحمت که بسیار زیاد کشیدم دیگه در فکر من گپ بود که یک روز باید ما در اینجا برم فایت بکنم و برنده شوم و همین کارم رقم زدم. یاد دارم منم در افغانستان بسیار سازمان‌ها بودن، بسیار سازمان‌ها که بچه‌های فایترهای تاجیک و ایرانی میرفتن در اونجا مسابقه اشتراک می‌کردن. دوره‌های قبل پیش از دوره تینگی بود، وقتا جنگ نبود، خوب بود رفتار. من یاد دارم همین چیزا رو، همش مبارز برآمد می‌کرد، دیگر فایترهای نهایت خوب از افغانستان برآمد می‌کردن. شب نبرد همون لیگ شب نبرد نام داشت. من حتی یاد دارم که فایترهای افغانستان و تاجیکستان می‌آمدن در مسابقه‌ها اشتراک می‌کردن، با یک تیم کلان می‌آمدن. همین اونجا تو اومدگی تاجیکستان؟ فایت کردم اونجا. کدام صبح با برزیدی کی؟ برزیدی نامش چی بود؟ محمد میگفت سنگوف. عبدالصمد سنگوف. فاهم. یعنی که برادر بزرگی چیز سنگوف فهمیدم، 66 کیلو برادر میکنه. اون وقت ما داشت وزنم نمیفهمیدم، مقصد ما رو انداخت رکورد، از اونم خبر نداشتم چند رکورد. بسیار خاطره جالب از رکورد از اونم خبر نداشتم چند رکورد. از 4 فایتر رفته بودیم، 3 فایتر باخت. بعد از اون منیجر ما اومد که استادم گفت بچا، گفت جا فایت نکن، گفت از ما مسابقه مرکزی بود، گفت فایت نکن، گفت والا این بسیار خطرناک است، گفت تو میزن ناکاوت میکنم. ما گفتم من با جنگ اومدم، باید جنگ کنم، یا ببرم یا ببازم. و خوشبختانه مسابقه را برنده شدم اونجا. بخیر، شکر. بسیار خوب. این کدام سال بود؟ سالش دیگه یادم نیست، فکر کنم یک 6 سال پیش. 6 سال پیش. بسیار خوب. توجه تو مثلا تاجیکستان دیدی، دوشنبه رو دیدی، با تو معقول شد مثلا چی چیزها برای تو یادداشت کنم از تاجیکستان؟ تاجیکستان واقعا یک جای بسیار خوبی است که یکی میگن دو درم میگن چی میگن، از خاندانم که میخواند درم میگن، دو درم میگن، چی میگنش که او بسیار من خوشم اومد. یک جای بسیار زیبا بود. تو تاجیکستان من بسیار قبول کردم، بسیار جای خوب. و یک خاطره بسیار بدم دارم که بعد مسابقه رو من بردم با همین چیزی همین تاجیکیا بود، داخل قفس داخل شدن، من میخواستن لط کنن. ویدیو همون فایت هست و من روان کنم ویدیو رو تماشا کنم. فایت هست و روان میکنم. میخواستن مرا میخواستن که Hadi Melo konuştaydı. Melo konuştaydı. Maşallah. خاطر از اینکه داور با آقای بازمحمد مبارز بود که از راوند 5 دقیقه بود که از 5 دقیقه تیر شد، 10 ثانیه من ناکاوت کردم. هر قدر که زنگ میزنه که استاپ کو او نشنیده و بخاطر زیاد سر صدا و دیگه با مو خاطر جنگ و غالمغال شد. با راوند دوم او من 2 بار ناکاوت کردم. من یک بار ناکاوتم قبول نکرده، با در دو که ناکاوتش کردن باز قبول کردن. باز زمین دیگه همون تاجیکیا سر میدادن مرا میخواستن لط کنن، باز بادمو چند تا نفرا بود مرا کاور کردن و دیگه بعد از اون مرا باز همین چند تا بچهای از تاجیکای دیگه دیوالا بودن، باز مرا بردن طرف هتل. دیگه خاطره بسیار جالب و هیچ فراموش نمیکنم. از کل شد که بوتل آب مرا میزدن به داخل قدمه که بالا شدم سر قفس فلک ما میگرفتم بیرق ما که بوتل آب مرا زدن. دیگه خاطره بسیار خوب بود.
خاطره بسیار خوب، اما با هر وقتی پرچم تکی برداشتی با کلاشکات را زدن گفتی ها؟ با کلاشکر زدن. با بوتل مرا زدن. حتما او ویدیو رو با من روان کن. او انسان هایی که همین کار ناحرمتی کرد، ما آنها رو یافته با تو یک ویدیو سابشن روان میکنیم که از تو منظرت خواهند بخشش پرسند. تشکر، سلامت. بسیار وقت است، بسیار 6 سال پیش از ما ویدیو رو روان میگم، ویدیو است. حتما روان کن. ما اون آدما رو میگم حتما از تو منظرت میپرسیم، برای اینکه مهمان رو و مهمانی که دلیر است این کار کردن نهایت کاری ناشایسته است و ما مردم تاجیکستان این کار رو باید اجازه ندهیم. عبدالکریم جان، یک سخن از تو. اولین غلبه کلان که در ام ام ای تو به دست آوردی و این حیات تو رو دیگرگون کرد. اکا جان، ما یک مسابقه زور که در افغانستان کردم، او خوب بود دیگه، ولی رای من که وی کرد برای ارگانایزر مثل ایسی بزرگتر. ما در بریف یک بای دیدم، یک سپیرنیک داشتم، اما عریف داشتم، نامش را ادمیر کرد بیکو 7-0 بود وقت. ما در بریف او چند تا باید او برای چند تا باید افغانستان را دادن و قبول نکردن. ولی وقتی که امروز کم گپ زد، امروز اون منیجر امروز کم گپ زد، گفت کریم گفت تیار است، گفت باید تیار است که من قطعی او را جورا بکنم. با او وقت 7-0 بود، ما 4-0 بودم. بعد او با ما قبول کردم، کم قبول کرد، ما گفت تو مشخورم ان شاء الله تئوری خوب بگی میدنی. ما گفتم مایل خیر. با امروز قبول کردم، بعد بریف رفتم، امروز در راوند یکم او رو سمیشن گرفتم، تمامش کردم. بعد امروز دیگه بر از روسیه اوجا منیجرای کلان با ما تماس گرفتن، پیام نوشتن و اما وقت گویی شد سازمان لیگا. و همون فایت برای تو بسیار درها رو کشوده کرد، بگم خطا نمیکنم. بله کنیشنا که البته کنیشنا فهمیدی عبدالعزیز؟ کنیشنا لغاتای بسیار خراب، خطرناک رو کرده. در همینجا که فاید میگیم از تاجیکستان می استادا هست و استاد جمشید من اینجا خواسته بودم، استاد کوچم خواسته بودم، باز کم که از اون گپ میزدم، ما کم یاد گرفتیم. عبدالکریم جان، چرا به آلمان سفر کردی؟ یکون بار ما پرابلمی که داشتم دکومنت بود. ما دکومنت نمیشه، ما در دکومنت پرابلم داشتم، نمیشد. ما داغستان یا خیلی میرفتم، ما به دکومنت میرفتم. بعد اونجا زیاد شدم دکومنت گرفتن در روسیه قین بود وقت برای ما و عملیات افغانستان زیاد قین بود. و من مجبور شدم به وقتی رازی که با یک دوستم تماس گرفتم، گفت او دوست ما بسیار جوری نزدیک مایی، با گفت بیا ما تو گرمانیا میبرم. با قدم تماس گرفتم به گرمانیا آمدم. حالا همین دکومنت ها پس ساز شوه ان شاء الله. حالا دکومنت ها را اجرات کردم، همین دکومنت ها ساز شوه بخیر. بعد روسیه ان شاء الله مشق با بایزن میم بخیر. خدا خواهد چند تای دیگر فایت داری در سازمان ACA؟ 2 بای دیگه مونده اونجا. 2 بای دیگه مونده است؟ بله 2 بای دیگه مونده اونجا. بسیار واصلا گفت که تر وقتی بیم ما تو را باید میتونم پرابلم نیست. یعنی عین حال تو بگم انا اصلا اونی که در آلمان قرار داری با فدراسیون روسیه برگشتن نمیتونی، درست است؟ عین حال عین حال نمیتونم، باید دکومنت بگیرم، پاسپورت خود بگیرم، بعد ان شاء الله میتونم. عبدالعظیم جان، عین حال چی احوال است از بگم کاریر MMA تو فایتری؟ تو میگی کی بوی داری، بازیدی کی بوی داری، چی رو ما از تو باید انتظار شیم روزهای اول، روزهای نزدیک؟ ان شاء الله بخیر. اکا جان مسابقه ما در جولای است دیگه، باز براتون ان شاء الله بعد یک هفته 2 هفته بعد تاریخش میگم در چندم جولای است. همین قدر مسابقه در جولای است، چون ما اجازه از این نداریم که بگیم پیش از اینکه سازمان نگویم ما گفتن نمیتونیم. فقط امیر ما براتون معلومات میدم با دوستایی که بیننده هستن. ان شاء الله مسابقه ما در جولای است و حریف ما از کشور جرمنی است. حریف ما از کشور جرمنی است بخیر و یک کنم ده برد داره دیگه، 5 باخت 6 باخت، 5 باخت هم قسم داره، 10 برد 6 باخت. یک فایتر بسیار خوب است، یک سازمانی و اونجا قهرمانی داره، چمپیون NFC بوده که اینجا. خدا خواهد این فایت در کدام دولت میگذرد و در کدام سازمان؟ در سازمان MFA نه، خود هندوستان در دلی بخیر. در خود هندوستان در دلی. در خود هندوستان بعد. ادا شب که عبدالعظیم بای میزنه مسابقه میکنه، 2 تا بایسای تاجیکستان هم هست. میدونم یکی از اونها کیو دولت ترکمنچه؟ نه
نه یکی سنت دای کارتی که عبدالعظیم میزنه دای کارت نیست. اگه کارتی بعدی باشه منشیر میشه. دای کارت صالح حسنوف است و سنت الله عزیزوف. عبدالعزیز جان بعد تو سوال چرا محض هندوستان رو انتخاب کردی؟ خب در هندوستان ما پیش از اینکه حکومت تغییر بکنم همینجا با تمرینات آمده بودم و مخش آمده بودم 4 سال پیش و پس میخواستم طرف افغانستان برم مسابقه در بریف داشتم اون وقت که برم تمرین کنم. دلم بود که طرف روسیه برم تمرین همونجا بکنم و مسابقه در بحرین بود. میخواستم مسابقه بحرین برم. تا بعد از او دولت سقوط کرد ما افغانستان و فلایت ها کنسل شد. فلایت ها کنسل شد. همون شب و روز باز من رفتن نداشتم و تا بالد همینجا هستم. همینجا خوب از راحت هستم. همینجا تمرین میکنم. شکر همینجا بسیار خوش هستم. یکم تنقیصی نداری از مسئله ویزا و از مسئله این چیزا؟ یکم تنقیصی نداری؟ نه مشکل نیست. گپا نیست. مشکل فعلا همینجا هستم و دیگه یک مشکلاتی که دارم پیشتر مشکلاتی که بود اونم حل شده رایسته دیگه پناه بالا ان شاء الله. تو بسیار افغانا که در حساب از این ویزای گپا بسیار مشکلات دارن. تنها من بسیار لگی مشکل داره دیگه. خداوند بخیر تمام مؤمن مسلمان هم مشکلات حل بسازه ان شاء الله. ان شاء الله دعا میکنیم که در وطن همسایه ما، در وطن برادر، هم خون هم تاریخ ما همه وقت اینجی باشد، امنی باشد، صلح و ثبات باشد و در تمامی بگیم دولت های مسلمانی. انا سوال نوبتی چنین است: در وطنتون MMA آینده دارد؟ شما چی فکر دارید؟ والا فعلا خود نداره، چون در افغانستان تمام MMA بند است. پیش از 4 سال که بود MMA بسیار رشد کرده بود در افغانستان. خصوصا یکی از سازمان‌ها شب نبرد بود که بسیار قهرمان‌ها رو به جامعه تقدیم کرده بود و قهرمان بسیار خوب به جامعه تقدیم کردن. فعلا در افغانستان MMA دیگه بند است، فایت هم نیست، سازمان هم نیست و کسایی که مثلا بسیار درد و رنج تمرین کرده در افغانستان، کسایی که میخواد میروند ایران، میروند دیگه کشورها بسیار مشکل ویزا میگیرن یا میروند، اما شوقی که دارن، علاقه‌ای که دارن میخوادن تمرین میگیرن، مسابقه میکنن. در افغانستان بسیار مشکل است بچه‌هایی که تمرین میکنن اما مسابقه نیست. وقتی تمرین که بکنی مسابقه نباشه بی‌فایده است. خود کدام نتیجه نمیگیری. یک نفر تمرین میکنه به خاطر از اینکه یک جای بره است میخواد مسابقه کنه، اما دعا میکنی بخیر مشکلات هم ان شاء الله بازودی حل شود. با جیم مشکل ندارین؟ در جیم مشکل نیست. جیم کلش باز است، گپی نیست، هیچ گپی نیست. تمرین میکنن کلاگی، هیچ مشکلات نیست در جیم. فقط همین که دیگه مسابقه MMA فعلا بند است در افغانستان. خاطر میکنم که سال 2023 تیم تاجیکستان، تیم غیر کسبی، من ممکن عبدالکریم جان بدونم، در جهان جای اول رو گرفت. در جهان با یک سازمان داره به نام تاجماف و اون بله و اولین سازمان است که در جهان در بگیم ای مافیکی غیر کسبی است از تمام جهان، از امریکا و از همه جا میاد. تاجیکستان جای اول رو گرفت. انا در حقیقت هم این خبر نه خبر خوش است که در افغانستان حتی غیر کسبی هم وجود ندارد. بسیار بد است این چیز. حرکت میکنیم، دعا میکنیم که تستر این چیزها مشکلات حل شود و غیر کسبی حد اقل غیر کسبی به وجود آید. حد اقل ان شاء الله. ولی که در افغانستان خب پرابلم کلان کی هست؟ امو ویزا است و امو کشور افغانستان به خاطر از اینکه طالبان آمدن، یعنی یگان کشور او را به رسمیت نمیشناسه که به خاطر از اینکه او امو بازور آمدن کشور افغانستان گرفتن و او را به هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و پرابلم کلان فعلا در افغانستان هم است که یگان ویزا به ورزشکاران نمیته. هیچ کشور، حتی می تاجیکستان هم کس تاجیکستان نمیته. همین یک دوستی ما چند روز پیش به خاطر خانمش میخواست ویزا بگیره، $2,000 ویزا برای تاجیکستان داد که به خاطر $2,000 بعد ویزا تاجیکستان گرفت. یعنی ویزا مثلا کینه اگر طالبان که بخواه مثال MMA وجویه و MMA باز مشقاش هم میکنن، یگان بایای آموتور میگیرن، همین کلاپکی ها زلکی ها یگان در یگان زل بایای آموتور هم میگیره. ولی اگر طالبان اجازه بده که برای بایای بیرون بزنن، ویزا در کار ویزا کس نمیته و پرابلم کلان نمیست. و تنها چیزی که MMA افغانستان هم میتونه که حلش کنه یا همین دولت به رسمیت بشناسه یا دولت دیگه بیا که ویزا بده به ورزشکارا.
درست فهمیدم یعنی که در افغانستان هست فایترها نه که از دولتشون بیرون برآمدن نمیتونن. بله بله. نه برآمده خوب میتونه، مشکل نیست، اما گپی هست که برآمده خوب میتونه، اما مشکل ویزا است. کس به کس کار نداره اونجا، دولت هم کار نداره. میتونی برو فایت کنی، میتونی پس بیای. و اون یکی از قهرمانای بوکسرمان ذکریا زمانی اسپانسر گپا داشت، ویزا گرفت. از سازمان خوب باشه، کمپانیای خوب باشه، فایتر خوب باشی، برات ویزا میتونم گرفتن میشه، اما بسیار مشکل. کس به کس کار نداره که بری پس بیایی، مشکل نیست، اما دقتی هست که ویزا بسیار مشکل است. کسایی که ریکاردهای خوب داره، کسایی که مثلا شناخت داشته باشه، برای او ویزا میتونه فایت بکنن. و بیچاره که مانده، غریب بیچاره، مردمای غریب بیچاره و دیگه از کجا میکنن اسپانسر، از کجا میکنن پیسه که و بتن و ویزا بگیرن، برای از او مشکل است. و اکثر همین ورزشکارای خوب کی هست؟ ورزشکارای سیریوس نه کی هست؟ ورزشکارای غریب هستن، اقتصاد خوب نداره، از او خاطر نمیتونن که پیشرفت کنن و ویزایشون بنده دیگه. اگر ویزای روسیه میالی، ویزای روسیه پیش ای طالبا ویزای روسیه 20,000 روبل بود که افغانی که 20,000 روبل میشه، 20,000 روبل میشد با تیکت تیارت میخریدی میرفتی. حالا همون ویزای روسیه 10,000 12,000 دلار شده. یک ورزشکار چی خیلی یا چطور به یک ویزا 12,000 دلار خودش بچه قسختی ویدا بچه قسختی مشق کسه تمرین کسه یک ورزشکار بخزه 12,000 دلار از کجا کنه که بیا ویزا بگیره برای یه مسابقه کنه یا اروپا خدا برسونه. بسیار ورزشکارا زمینای خود، موتورای خود، هر چیزی که داشتن فروختن، خود کشیدن. این یک چیز دیگه آمده در افغانستان، بسیار زندگی قین شده ورزشکارا، خصوصا به ورزشکارا. یعنی یگانه راهش همین است که ترک افغانستان میکنی و در دیگر دولت مثل تو بوری عبدالکریم جیم میاوی، در آنجا تیم میسازی و کاری خود پیش میبری. همین خیلی است. همین خیلی باید شود. بله. عبدالعزیز کلمه های نو به مثلی که عبدالکریم جان گام میزنه، اوژه، ردنوی، بایت، یگان کلمه های نو هندوستانی یاد گرفتیدم. بله که ایندیا دارم، نه تو بیشتر وقتی که حرف میزنی فارسی در کلمات استفاده میبری، کلمه های روسی رو، کلمه های مثل عبدالکریم کلمه های روسی رو استفاده میبری. نه من گپ بزنم بازم گپ فارسی گپ میزنم، باز کنترل میکنم. دیگه از این عادت شده، از ما باز عادت نشده. بسیار خوب. ببینید یک چیز جالب است. این حال انا عبدالعزیز جان، تو در هندوستان بگیم نهایت انا خط و خبرهای نقض داری از MMA، از دیگر سازمان ها. عبدالکریم جان مثل در فدراسیون روسیه خط و خبرهای خوب دارند. ما میتوانیم که یک کاری کلانی را انجام دهیم که تمام فایترهای فارسی زبان ها از ایران باشد، خاص افغانستان باشد، تو میتونی آنها را در هندوستان قبول کنی و ما با عبدالکریم جان میتوانیم آنها را در روسیه قبول کنیم و فایت برای آنها یابیم. میشود که اگر خیلی همکاری کنیم. همین کارا کردم. ما همین در اینجا که سازمانی که فایت میکنم، ما همین چند فایترهای تاجیکا، یکی دو تا سه چهار فایتر کردیم، 4 فایتر فکر کنم. 4 فایتر برای شانس من 4 فایتر ما بسیار کمک همکاری کردم. اول خداوند بالای سر از حکومت همکاری میگه، یک بنده ذریعه میسازه به یک انسان دیگه. باز تا جایی که توانستم برای کمک همکاری کردم، برشون فایت برشون جور کردم دیگه. باز بچهای بسیار خوبه تاجیکستان، باز شکر خداوند زیادتر فالوورده ما از تاجیکستان از مرا بسیار دوست دارن، مرا بسیار تشویق میکنن. بچهای بسیار مرد هستن، بچهای بسیار خوب هستن، ما دوست دارمشون. مگه تمام فارسی زبانان رو دوست داریم. ما خود تمام فالووردای گپایی که داریم، کسایی که تشویق میکنن، تمامش فارسی زبانای ما شماست دیگه. مردم خود بکنه یا نکنه، اما فارسی زبانای ما شما رو دوست دارم، همیشه تشویق میکنم، خصوصا فایترها بسیار دوست می‌داشته باشم. بله باید همیشه شاید که ما دست یکدیگر رو بگیریم. هم شما در هندوستان، ما در فدراسیون روسیه با هم دیگر باید در تماس باشیم. بسیار خوبه. بله. بسیار خوب. در آینده مقصد داری که مثلا در UFC برآمد کنی پس از ایسیا، یا اینکه به هندوستان روی با همراهی برادرت در آنجا تمرین کنی و در آنجا بگیم برآمد کنی؟ اما بایزا آرزوش همین است که برای UFC در سازمان بزرگ بای بزنه
و سازمان میفین که است ما هر وقت بخوایم به ما کم بای جور میکنه یگان پرابلم نیست. ولی اینجا یگان چیزایی که در مغز خود آدم هست، یگان فکری هست، یگان آرزوهایی هست که دنبال از او بگردیم انشالله. و ما فقط یگان پرابلمی که فعلا دارم امی دکومنتم بخیر ساز شد، یعنی دو سه ماه آینده انشالله دکومنت خودم میگیرم. بعدیو انشالله فعلا امی ریکوردی ما که با چند لیگای تیجا روان کردن. برای ما سپرنیکی جو پیدا نمیشن، بخاطر که دیسه باید دادم میگه این باید این ریکورد ساده سپرنیک گل پیدا نشده است. و همونجا کوشش کردن یگان سپرنیک پیدا کنن و اگر تا وقتی که من دکومنت بگیرم سپرنیک پیدا نشود و ما دکومنت ما که بگیرم و ما انشالله در هندوستان یک بای میزنم. عبداللطیف خبر داری آخرین فایتی که عبدالکریم در فدراسیون روسیه گذارون با همراهی انا اویتلو مومینوف بود. بله گر چند اونه که ما مردم تاجیکستان زید این فایت بودیم، اگر خاطر نکنم عبدالکریم جان میدونم ما زید بودیم، خلق هم زید بود، لیکن بگم یک فایت شد که چخیلی عبدالکریم گفت انا نمیخواست، امکانیت داشتم چند مراتبه ضربه های نکاوت آور کنم که نکردم از برای اونی که همخونم بود. نکند که در آینده برای تو عبدالعظیم چونین فایت پیشنهاد کنم، تو قبول میکنی؟ اکا گپی است که مثلا یا فایت بکنم که یک وطن خود حتی که یک تیم خود تو فایت است، باید مثلا همسه فایت بکنم بیرون از کیج. از ما برادرم و دوستم و رفیقم است اینجا که از فایت میکنی به خاطر که باید برنده شوی، زحمت میکشی، هر کس باشه باید فایت بکنی. بله همین کریم جان و اونجا که حرمت کرد، ما حرمت کردیم، ما خودم برگردم بشه تو باید حرمت نمیکرد، تو زحمت کشیدی، تو خود نشان میدادی بر از او و مردم نشان میدادی باید سمت فایت میکرد. در راوند دو او را چپم کرده بود، خوبش او را لطم کرده بود، اگر میخواست برده بود مسابقه را. تو ما اگر باشم ما فایت میکنم، ما مشکل نیست، هر کس باشه ما فایت میکنم، مگر با بیرون از قفس از ما برادر دوست رفیق همه چیز هستن. ما همین طور به مردم همیشه رسونیم که یعنی که سطح فایترهای ما در اون درجه رفته رسیده است که مثلا گپ علاقه ما میتونه با همدیگر در قفس برآمد کنیم. حتی همین منطقه را بگیریم، هندوستان و افغانستان و پاکستان، ایران و تاجیکستان، ببینید بسیارتر کدام فایترها از همین دولت در یو اف سی هستند از تاجیکستان و افغانستان. یا من خطا کردم؟ همه تو گپ است. بله بله. این حال از دولت همسایه از ایران هست یگان فایتر در یو اف سی؟ نیست. یکی بود ولی نیست. فایتری که مثلا با پرچم ایران برای برآمد متاسفانه نیست. ما میخوایم که اونها باشن. بله ما میخوایم که اونها باشن. این حال از تاجیکستان 4 تا فایتر برآمد میکنه: نورالله علیف، لویف رجبوف، انا محمد نعیموف و موین غفوروف. و خاطر نکنم از افغانستان بشارت نصرت و فایتر است، بشارت است، جاوید بشارت، دیگه دو برادر هستن، نصرت اکبر و سهیل حسن‌زاده که نو کانترکت گرفته. 4 فایتر هستن. بسیار خوب. خدا کنه که از افغانستان 10 تا فایتر شود. ما خرسند میشویم. انشالله. از افغانستان تاجیکستان هم هر قدر از افغانستان و تاجیکستان یا از ایران در یو اف سی را پیدا کنن، کانترکت پادپیسا کنن، امضا کنن، ما خرسند میشیم. فارسی زبان خود ماست. عبدالعزیز اگر خطا نکنم امکانات های خود بسیارتر هستند که داخل یو اف سی شوی. از ما خود 2022 بود 23 بود که ما رو تو یو اف سی آمد. پیش از او که ما یک فکر کنم که 2021 22 ما یک بار زندان رفتم. من جنگ غلمغال کرده بودیم، همینجا زندان که رفتم، باز ایمیل ما در پیش منیجرم بود، برای من خودی مچ خود یو سی با هم مسیج کرده بود. نامش چیه؟ سلام شلبی میگن چی میگن؟ شلبی. بازی مسیج کرده بود برای بعدی ایمیل کرده بود برای ایمیل پیش فروش منیجرم است. ایمیل کرده بود که شما با کدام فایتر با کدام سازمان کانترکت داری؟ بازو وقت ما کردی ایگل اف سی کانترکت داشتم. ایگل اف سی که حبیب نورمگomedov ساخته بود. بله ما کدا از او کانترکت کرده بودم و او ویزه مرا میکشیدن به یو اس. دیگه برای شما میگم ما باز چون خوش ندارم همین چیزای شخصی خود از سوشال میدیا بگم. خودتون سوال کرد من باید جواب بدم. باز یا تمام ویزا و گپا پول من پروسس کرده بودن و بدبختانه بگیم خوشبختانه بگیم که باز یک مقاله که همینجا شد، ما طرف ما یک سال زندان رفتم و
با دموزندان که بودم باز یو اف سی مسیج کرده بود، ایمیل کرده بود، باز وقت ایگل اف سی ما کانترکت داشتم، بازیا گفتن که متاسفانه بدخشی کانترکت داره که ایگل اف سی. باز بعد از اونم که وقتی من از زندان خلاص شدم باز بر من چانس دادن رو تی اف سی، از من فایت کارت من برآمد، باز در وقتی و آخر داکومنت پرابلم شد، ویزه چاینا را بر من نهادن، مسابقه چاینا بود. بعد از اون باز خواهد نشد و باید دیگر رو تو اف سی برای من مسیج کردن که میتونی فایت کرده، باز خودمش قبول نکردم بخاطر از اینکه کلش مشکل داکومنت است. من از 2021 بود که من ایدیرم میتونستم که من داخل یو اف سی شوم، اما خواست خداوند نیست چون کل مشکلاتی از داکومنت است و از خداوند خود راضی هستم. اگر من یو اف سی باید برم نمیشه، من باید رد به رد باید برد داشته باشم، شاید خداوند نمیره بخوایم، من باید برم اونجا باخت بکنم و بعد نه، من وقتی باید یو اف سی برم باید برد داشته باشم، باید آماده باید باشم. خداوند نمیره میخواد، من راضی هستم از این هر چی که میافته بالای من. خواهش داری که با یو اف سی حرکت کنی؟ بله اگه من رفتم میتونم، من فقط مشکل کریم جان گفت داکومنت مشکل است. اکا می اول در افغانستان ما بایسای داریم که 10-0 است، 7-0 8-0 همینجا بای مونده بای یکی از قهرمانای دیگه مون که 10 برد است 9 باخت. ببخشید من 9 باخت به انگلیسی گفتم، ببخشید 10-0 است 0 باخت دیگه. او را در رو تی اف سی در چاینا براش پیشنهاد کرده بودن، متاسفانه در 2-3 هفته مانده که مسابقهش کنسل، ویزا براش ندادن، با ویزا نشد. پرابلم اکا اگر فایترهای ما داریم خود اکا نمیشناسی، فایترهای ما داریم شاید خود ندیده باش، نشناسی، شاید بشناسیش، بسیار خوب ریکارد ها داره، بسیار خوب بچهای بسیار تایت است، بچهای بسیار هستن که از همه لحاظ بچهای هستن. مثلا میگن که حالا مثلا تیم خبیب بسیار تیم خوبی هست، رسلینگ گپا بچهای هستن که از ماونتن هست، از کوه هستن. ما داریم که از کوه زندگی میگن، در کوه تمرین میکنن و کوه سپورت حمایت شون، شاید این تیمای از یار شکست بدن. گپی هست که مشکلات زندگی هر کس یک مشکلات می داشته باشه. در حقیقت هم یک پروبلم جدی است. اگر خبر داشته باشید عبدالکریم جان میشه سرور حمیدوف رکوردش 17-0 است. انا باید در گران پری پی ال اشتراک میکرد. متاسفانه از پروبلم اونه که ویزا امریکا گرفتن نتونست، ویزا را قبول کرد ولی کم در دیر شد و از گران پری بیرون موند. آقا که با امریکا ویزا گرفتن بینایت کی نه، حالا خصوصا که بل خصوصا همین دونالد ترامپ که از رئیس جمهوری نوی بهی سخت کرده، زیاد کم کرده. خدا بزرگ است. خود عبدالکریم جان اگر این چیزا مش جدی باشد ماه جول میریم به هندوستان در مسابقه‌ای که عبدالعزیز جان اشتراک میکنه، در اونجا ما هم همچون مهمان حاضر شویم ان شاء الله که خودت بری ان شاء الله تیکت طیارت هم عادی میخره، همش من میگیرم بخیر، مشکل نیست. رفتن آمدن سر عظیم. تمام همون فایتی که میشه گفت فایترهای تاجیک، فایترهای افغانستان برآمد میکنن، حتما که ایران برآمد میکنن، حتما یک چیزی کنن، یک کارت کنن نکار که میشه گفت هم فایترهای تاجیکستانی باشن، افغانستانی و ایرانی باشن، در اونجا ما اشتراک کنیم. یک ایرانی به حیث یک ژورنالیست. ایرانی فایت داره. یکی از قهرمانان بسیار خوب ایران، علی اکبر که فایت میکرد. ایران فایت داره در سازمان. بسیار خوب. واقعا در همین هندوستان سازمان‌های ام ام ای بسیار است. نه فقط سازمان ام ام ای خب بسیار، یک سازمانی که بسیار مشهور است. فعلا دیگه در سطح آسیا نمبر اول است فکر کنم. بسیار سازمان خوب. پرسان که از کسایی که فایت کرده بسیار مواظبت از فایتر میکنه، بسیار خوب پول خوب هم میده، بسیار منی پول خوب هم میده و سازمان بسیار خوبی است. سطح ورزش خوب است، ولی فعلا خوب شده سطح ورزش و در سازمان کل نفریاش از یو اف سی است. نفریایی که میآید کلشون از 6 تا یو اف سی رفری فایتر است از یو اف سی. محبت همون خلق هندوستان با ام ام ای چطور است؟ فعلا زیاد شده. در 2 سال 3 سالی که هست، 4 سالی که من اینجا هستم بسیار زیاد شده. از هندوستان 2 فایتر در یو اف سی فایت کرد، فکر کنم 2 فایتر فایت کرده از ایندیا
از اینجا و فعلا هم یک دو فایتر دیگه هم در روت یو اف سی در هندوستان در روت یو اف سی اشتراک کرده ایندیا. عبدالکریم جان بله. کمی هم معلومات با ما بده که حیات در آلمان چی طور است؟ مثلا که چی فرقیت دارد از روسیه از نظر مهاجر بچه فایتر؟ مهاجر بچه اکی جا اما احترام میکنه، حرمت میکنه و اینجا که مثال در زلاش که من میدونم، مرا که میبینم یک فایتری باعث پروف هستم، اوجا زیاد حرمت میکنن و زندگی اینجا زندگی که نرمال نکنی، زندگی ساده. اینجا دولت با سپورت میکنه، دولت کمک هم میکنه، دولت معاونه سوم میده که تا که همو زندگی تا روزمره رو پیش ببری. و که مردم افغانستان که هستم، چون کشور افغانستان که هست کشور آسیب خوردگی جنگ بوده در اونجا و اینجا آلمان که هست برشان پروسه داره، برشان سپورتشان میکنه، پدیشکشان میکنه و امو حتی برشان کوارتیره خانه میتن دیگه. اینجا دیگه حیات خوبه، فقط یگانه پرابلم اینجا هست امو زود دکومنت نمیده، باید خود خوب تر ببینه، بک‌گراند تا بخونن که تو گپایت راست است، اینترویو هست میگیره خوب، اما کل همه چیزاش بر میگیره. بعدی که مطمئن شدم 100% که تو راست گفتی، بعد تو دکومنت میده و امو زندگی تا نرمال شروع میکنی و همه چی دیگه جا رفته میتونی. نرمال نشوری میکنی. بسیار خوب. لغاتای بالا میگه. عبدالکریم جان با خود یاو که کمک کرد دولت آلمان. اگر دولت آلمان کدام کمک خاص نکردن، اما معاونه سوم میده به خاطر حیات که دیگه هم کلام خدمت معاونه سوم میده، جای برای جا همونجا دیگه. عبدالکریم همونجا بیست. همون کوارتیره میدن معاونه، همون یک کوارتیره میدن، یک سوم میدن، میگه میجا بخور خاو. بهترین دولت است. اگه بخدا خیلی هست، اگر خیلی که خود در فکر ماش نکنی، یگان پلان در خودت نمانی، به حد سلابه میشی اینجا، خورده خواه میری تمام. به حد سلابی میشی. یعنی که به حد مریض میشی، میروی مریض میشی، تنبل میشی. تنبل میشی. بسیار فهمو. بله. عبدالکریم جان، عبدالعزیز جان، اگر چی گفتنی داشته باشین، مثلا گپ انا 248 بیننده داریم. عین حال برادرامون از تاجیکستان و افغانستان و ایران هستند، فارسی زبان هستند و قریب تقریبا 10 میلیون در ازبکستان هم داریم هم زبانی خود. انا چی گفتنی داشته باشین، مرحمت. تشکر اکا جان، خداوند شما رو خیر عزت نصیب کنه. تشکر از شما، همیشه فارسی زبان رو تشویق کردین. واقعا یا فکر نکردین که فایتر از تاجیکستان است یا از قوم خود ما، همیشه هر کسی که تو تاجیکی بود، هر کسی که فارسی زبان بوده، خودتون تشویق کردین، حمایت کردین. کلان افتخار است برای ما و برای کسایی که فارسی زبان هست. خودتون هیچ به قوم پرستی نکردین. ما یک چیز قوم پرستی میگیم، همیشه خودتون تشویق حمایت کردین. من خودتون شخصا دوست دارم، شخصا خودتون در کنار کریم جان همیشه بودین، تشویقشون کردین، حمایتشون کردین. و ما جدا تشکر کنیم از تک تک کسایی که در اینجا هستن، ما را بیننده هستن، تشویق میکنیم، حمایت میکنن همیشه. و بازم از خداوند بزرگ بر تمام فارسی زبان‌ها و برای کسایی که مسلمان هستن پیروزی و موفقیت و سربلند میخوایم. تشکر عبدالکریم جان. عبدالعزیز جان، میخوام یک چیز رو با مورد خود گفتی. انا ما شما را یگان وقت الهیده حساب نمیکنیم، یک قومی الهیده از خود حساب نمیکنیم. شما هم خونی ما هست، یک زبان داریم، ما یک دین داریم، یک تاریخ داریم، بزرگان یک بزرگان است. انا همه وقت مردم تاجیکستان میخوایم که در منطقه ما یک وضع باشد که صلح و ثبات باشد، یعنی که پیشروی افغانستان این پیشروی تاجیکستان است. میگن انگور از انگور رنگ میگیرد، همسایه از همسایه رنگ میگیرد. اون وقتی که در افغانستان بگیم صلح و ثبات و تینجا امنی باشد، برای تاجیکستان یک بگیم پلوسی کلون است، یک جمع کلون است که در آنجا صلح و ثبات باشد. ما همین چیز رو تنها میخواهیم از این منطقه. برای همین شما هم خودی ما هستین. عبدالکریم جان، وقتی که در روسیه چی فایتری فارسی زبان نباشد، ما هم وقت دستگیری میکنیم. خب از افغانستان، خب از ایران، ما هم وقت دستگیری میکنیم. در روسیه تقریبا 2 میلیون تاجیک است که هم وقت انتظار هستیم. کریم جان که فاید داشت همونجا، میبخش کریم جان که فاید داشت یک قدر چیغ میزدن کریم، بعد اخشی بسیار زیاد. من بسیار خوش شدم، واقعا بسیار خوش شدم. خداوند شما را خیر عزت نصیب کنه.
بله بسیار خوب. فایت آینده یا مسابقه کلان آینده حتما سفر میکنیم با هندوستان، حتما یگون مشکلی نیست. انشالله. کریم جان چی گفتنی داری برای مردم، برای برادران؟ مرحمت. تشکر که برادین جوالوف. تشکر میگیم از هموطنانی که ملت تاجیکستان، ملت افغانستان، ایران، فارسی زبان ها که ما را بیننده شدن، تا حال گپای ما را گوش گرفتن. و یک چیز بسیار مهم که میخوایم که خودت برای هموطنان افغانستان معرفی کنم. دوستان عزیز، بحرالدین جلالوف یکی از خبرنگارای ورزش نمبر اول در تاجیکستان می باشه که همیشه در سطح تاجیکستان همیشه ورزشکارای فایترای هزار که فایترای MMA بوده، هر رشته که بوده، سامبو بوده، کورش بوده، خودت نمبر وان هستی در تاجیکستان. و ایرا بخاطر از اینکه گفتم که مردم افغانستان با چیرت آشنا شوند و معلومات درباره بفهمن. و ما یادم هیچ وقت نمیره که همون اینترویو که یکم بار اینترویو که ما خود داشتیم و بعد همون مرا تاجیکستان هم اگه شناخت، ملت تاجیکستان مرا شناخت و همگی بدخشی گفته شد. ما از خود از ته دل از قلب سپاسگزاری میکنم. هزار رحمت از ملت تاجیکستان، از شما دیگه. انشالله که تاجیکستان افغانستان همیشه با پیش، ما یک ملت هستیم و همیشه برادر هستیم. انشالله که همیشه برادر یک واحد بانیم. انشالله. البته. و آخران سوال با شما، بدخشی اینه که فامیل شما هست، نه؟ فامیلیا. یعنی که نام است و فامیلیا. برای چی بحث بدخشی؟ بدخشی چون بدخشی یک ولایت ماست. بدخشان ما یک اصلی از بدخشان هستیم. باز یک خاطره بسیار جالب دارم از این. من بسیار خرد بودم، پیش استاد انگیاله نگذار تمرین میکردم وشو. بعد از او برای من به فایت میرفتم. فکر کنم من شاید 10 ساله 9 ساله بودم. در افغانستان او قدر تخلص مهم نیست، تخلص زیاد استفاده نمیکنن مردم. باز واجه گفت نام چیه؟ من گفتم عبدالعظیم. گفتن عبدالعظیم. ما گفتم که عبدالعظیم افضلیار. ما گفتم بابا کلان چیه؟ گفتم افضلیار. باز گفت بیا افضلیار رو طرف میگیم من بدخشی میمونیم. گفت بدخشی میمونیم. گفتم بدخشی میاد بدخشی میمونیم. ما گفتم استاد صحیح سرش تو بگی. گفتم ما بریم بدخشی. عبدالعظیم بدخشی تا بالا عبدالعظیم بدخشی. اگر شما متوجه باشین در تاجیکستان ما بدخشان داریم. ما در تاجیکستان بدخشان داریم. بگم این یک نام هست که برای ما هم یک خونی ما هست. بدخشی یک منطقه تاجیکستان که هست، این چیز برای ما نهایت نزدیک است. همین بدخشی فامیل، همین نام بسیار برای ما نزدیک است. تشکر دوستان، هموطنان عزیز، برادران همزبان. سربلندی و خانه‌آبادی از شما خواهانیم. بگذار پروردگار در پناه خود شما را نگهبان باشد. هر یک فایتری که از افغانستان، از ایران، از تاجیکستان برآمد کنه، غلبه کنه و در تمام ورزش ها برآمد کنه، برای ما یک افتخاری کلان است. بدونید که مردم تاجیکستان هر یکی شما را دوست می‌داره و غلبه شما را همچون غلبه خود قبول میکنه. تشکر. تشکر زیاد دوستان. خداحافظ. خداحافظ باشد. خداحافظ.